شماها یادتون نمیاد یه زمانی تاکسی مرسی بود. یعنی چی؟ مثلا اگر کرایه یه مسیر 100 تا تک تومانی بود، شما 200 تومانی میدادی، باقی پولتون نمیداد، میگم مرسی، میذاش تو داشت. اما انصافا این روزها نگاه میکنی علیرغم همه مشکلات تورم که شما دیدین در زمان اوج تورم، روز به روز لواشک ها نازکتر و نازکتر شد، باد چیپس ها بیشتر و بیشتر شد. چیپس ها میکردی 3 تا 30 زمینی مالا میزد، جگرکی ها روز به روز جگرها رو نازکتر میزدن. این اواخر فقط سیخ خونی رو منقل میذاشتن لای نون. من موندم اینا تخم مرغا رو چجوری کوچولو کردن. مثلا رفتن با مرغا صحبت کردن، اوضاع خراب، ریز بزنید فعلا. انصافا شمایی که مسخره میکنید رانندگی خانم ها رو، رانندگی کردن با کفش پاشنه 10 سانتی کار هر کسی نیست. خانم ها به راحتی کار انجام. و خانم های محترم، اگر شما میبینید مدتیه که آقایون پارک دوبل شما رو مسخره میکنن، صرفا به خاطر اینکه این تنها کاریه که آقایون در زندگیشون بدون کمک مامانشون میتونن انجام بدن.